با سلام خدمت همراهان کانال سبلان گوهر در خدمت شما هستیم با معرفی عقیق‌های منطقه اردبیل که چند تاشو با هم ببینیم و لذتشو ببریم. عقیق برش خورده، بسیار زیبا. عقیق توپی در ظاهر یه توپی ساده است ولی داخلش بسیار زیبا با نوارهای قرمز رنگ. اینکه فوق‌العاده است. دوستان بعد از عقیق منطقه خور فکر کنم بهترین عقیق مال اردبیل باشه. با هم ببینیم سلیمانی و نگاه. بی نظیر این سنگا. توپی سوسنی تاولی داخلش رنگ قرمزم داره. چبود بالاش قرمز رنگی. اونو نگاه. سرخ واقعا بی نظیرن این سنگا. اینم تاولی. یه عالمی داره واسه خودش. داخلش رو ببینیم. کلکسیونی بسیار جذاب. اینم یه طرح دیگه است. سلیمانی. برم چند نمونه با هم ببینیم. سنگای منطقه اردبیل بسترشون خیلی سفته. از داخل سنگای صخره‌ای در میاریم اینا رو. بسترش خیلی حجیمه. یه نمونه کلکسیون فوق‌العاده زیبا. بازم سرخ. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشیم و کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را بزنین. با تشکر از حمایتتون.